سلام. کرونا گرفتم و اینکه برو بریم. از اونجایی که یه ذره احساس بویایی و چشاییمو از دست دادم، یعنی بویایی که یه ذره نه یکم زیاد از دست دادم و چشایی، گفتم که چه چیزی بهتر از این که من بیام و از این قضیه ویدیو بسازم. من که اینجا چندین قلم خوراکی داریم که میخوایم امتحان کنیم ببینیم اصلا مزه میدن یا نه. امیدوارم خوشتون بیاد. اولین چیزی که ما اینجا داریم از این بیسکویت های ساق طلایی نما و به هر حال هر چیزی که ساق طلایی بهش بخوره نیاز به یک مایع ای داره که همراهش نوشیده بشه. اینجا ما از آقای آب پرتقال خواستیم که تشریف بیارن. ایشون هم اومدن تا این ویدیو رو دست در دست هم به بهترین شکل ممکن پیش ببریم. حالا بخوریم ببینیم اصلا مزه میده یا نه. قشنگ یه اتکلون دارم، این چیزه بویی که میده یه بویی که اصلا تا حالا نشنیدم، یعنی اون اتکلونه رو به یاد نمیارم. حالا یا حافظه بویایی ما از دست دادم که یکم بده، یا اینکه کانال های چشایی دوچار مشکل شده. حالا ما اینجا فقط اومدیم امتحان کنیم و ای صدام هم میبینه خیلی گرفته، خب به خاطر همینه که کرونا گرفتم دیگه. بعد این از دوست عزیزمون کرم هم داره، بزنیم ببینیم چی. ساق طلایی این همه چیز یه مزه دیگه میده. مثلا این مزهش یکم چیزه، یکم ناآشناست، یعنی تا حالا انگار نخورده باشم. قبلا که از اینا خوردم ولی این یه طعم عجیب غریب جدید داره. آب پرتقالش اینجوری شد، یکم شیرینی آب پرتقال رو نداره، یعنی یه ذره این اسانس پرتقالش رو حس میکنم، یعنی اسانس که نه، یعنی اون عطر پرتقالی که آب پرتقال داره رو حس میکنم، ولی اون از قبل رو نمیده. Do not try this at ماه رمضان، الان افطار شده مثلا. نمره‌ای که بخوام به این بیسکویت و آب پرتقال بدم نسبت به چیزی که از قدیم در خاطرم موجوده 6 از 10. مزهش همون بود ولی واقعا یه مزه عجیب غریب میده. یا من بخوریم و به شروع برکنیم. خوراکی بعدی که میخوام بخورم گوجه است. البته گوجه پخته شده و پوست کنده و این چیزاست، ولی خب به هر حال گوجه است. ببینیم گوجه چه مزه‌ای میده. گوجه کلا خوراکی خوبیه و تو خیلی چیزا استفاده میشه. البته خیلی‌ها گوجه کلا دوست ندارن، یعنی از ماهیت گوجه بعدشون میاد و به عنوان مجازات از گوجه استفاده میکنن، ولی خب بخوریم ببینیم چه مزه‌ای میده. اینا رو فشار میدم به زبونم که مزهش بسکن. دلش میخواد یه مزه‌ای بده ها، ولی اون لحظه‌ای که میخواد اون مزه رو بده میپره. نمیدونم جریان چیه، به هر حال که اینجوریه. یکی دیگه بخورم شد فرجی شد. بدتر شد. مزهش عجیبه، یکم اصلا بو که نمیده. این چی اصلا بو نمیده. حیف شد گوجه. البته گوجه کلا بو نمیداد، ولی خب بالاخره اون بوی سبزی بودنش به مشام باید میرسید. حیف.
به این باید بدم 3 از 10 چون واقعا نمیفهمم چرا مزهش اینجوری شده. بریم بعدی. خوراکی بعدی که در نظر داریم پف فیله و این پف فیل چیه؟ این پف فیل کارخونه یا داره چون اینا یکم مزه بهشون میزنن و طعم گوجه هم هست. بریم بعدی. این پف فیلیه که ما داریم و بریم بعدی. نه عجیبه، یه بوی سوختگی از توش میاد. تازگی ها همه چیزی بوی سوختگی توش داره. این خیلی عجیبه. همه چی بو پیاز میده، پیاز پخته. نمیدونم پیاز پخته اصلا بو داره یا نه، ولی خب تو ذهن من اونجوری یادداشت شده. بریم بعدی. اینم دلش میخواد مزه گوجه رو بده ها، ولی اون موقعی که میخواد مزه بده نمیده. این یکم بو داشت. عجیبه، واقعا عجیبه. نه نمیشه. خب به پاپکورن امتیاز 5.5 میدم. بوش یکم بیشتر بود ولی خب آره. بریم بعدی. خوراکی بعدی سیب یک میوه بسیار عالی در 7 سین هم داریم. میوه خدایی است و باید بخوریم ببینیم آقا اینم مزه میده یا نه. باید بو یه ذره بو سیب میده، بخوریم. نه این من هیچ وقت مزه سیب یادم نمیده. همون سیب رفیق شفیق. اصلا وان بایت با سیب من تهش مزه عجیبی میده. یا آخر که میرسه ته حلقم کم شاید مال پاپکورن هست نمیدونم، ولی خب برای چو سفیل در حقیقت فارسی را پاس نه خوبه. سیب خوبه. تهش تلخ میشه، نمیدونم چرا تلخ میشه، ولی خب واسه سیب بخیر گذشت و تبریک میگم به شما دوستان عزیز و تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. به سیب میدم 9.5 از 10. نیمم به خاطر اون مزه عجیبی که آخرش میدم. خوراکی بعدی چیزی نیست جز سمنو. خیلی کم بو میده ولی یه ذره بو سمنو میده. یکم دستام که بو سیب میده بوی اون رو میشوره میده. سمنو با سلامتی جان. مزهش کمه. یعنی فکر کنم مغزم چون دارم به یاد سمنو میخورم سعی میکنه تداعی کنه اونجا مزه سمنو رو، ولی نه مزه خود سمنو رو نمیده. انگار یه مزه دیگه. میشه فهمید سمنو یعنی غیر قابل درک نیست. هر چیز شیرینی که میخورم به ته زبونم که میرسه تلخ میشه، در حال که احساس ناخوشایند. یه بار دیگه بزنیم. نه یه مزه دیگه میده. به سمنو 5 میدم از 10. به هر حال که مواظب خودتون باشی و همین دیگه. این هم از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادت نره. کامنت اصلا مهم‌تر. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید که اصلا حتما باید کامنت بذارید. هشتگ سیب بذارید اون پایین. نمیدونم چرا گفتم سیب ولی خب بذارید اون پایین. و تا ویدیوی بعدی جاستین جو.